با تقوا نماها طوری تقواشون رو به رخ دیگران میکشن. نگاه که الان چه کارت میکنن. بعضی مامورین رو به رخ افراد میکشن، بعضی هم خدا رو به رخ افراد میکشن، مثل اینکه خدا به اختیار من و توست که هر کاری خواستیم هر کسی رو سرکوب بکنیم سرکوب بکنه و بعد پوز بدیم جیری دعام گرفته. تو نکنیم این کار. بلکه اول دعای هدایت، دوم حتی برای مخالفت، حتی برای کافر، حتی برای دشمنت. خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما. اگر قابل هدایت نیست اونطوری که خودت صلاح میدونی باش رفتار کن. بعضی موقع عجله میکنیم در دعا کردن، نفرینش میکنیم، دعای بدش میکنیم، فردا خدا هدایتش میده، فردا توبه میکنه. میخوام تو صورت هم نگاه بکنیم. عجله نکنیم برای نفرین و نابود کردن، دعای رحمت بکنیم. شاید در حالت اجابت دعات مستجاب شد. به همین منظور ممنوع شده که پدر و مادر برای فرزندانشون نفرین بکنن تو هر شرایطی که باشه فرزند، چون دعای پدر و مادر مثل دعای پیغمبر در حق امته. ولی خیلی از پدر و مادرها کمی که به فشار میاد بلا فاصله به فرزندشون میگن برو به درک اسفل السافلین. میدونی درک اسفل السافلین کجاست؟ درک میدونی کجاست؟ زیاد کلمه درک رو استفاده میکنیم، برو به درک. بعضی هم پسوندش میگن به درک اسفل السافلین. خب به کی داری میگید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عمری که شمشیر کشیده بود که برای گردنش بزنه ببره برای قریش هدیه بده، میگفت اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین. پیامبران دعا میکردن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا قوم منو هدایت بکنن، نمیدونن، متوجه قضیه نیستن، از روی نادانی که دارن اذیت میکنن. و آخر سر ابو سفیان و هند جگرخوارم مسلمان شد. ابو سفیان هم مسلمان شد، هند هم مسلمان شد. در سال 8 هجری فتح سفیان کل اموال